یک کتابی نوشته اکارت توله، کتاب بسیار زیبایی است تحت عنوان The Guardians of Being، نگاهبانان هستی، سگان، گربه‌ها، پرنده‌ها، حیوانات خونگی هم. خیلی جالبه. یه تیکش اشاره میکنه، میگه شما اگه سگ خونگی، گربه خونگی، پرنده، یه حیوانی خونگی داشته باشین، اون لحظه که اون سگ رو تاچ میکنید، لمس میکنید، نازش میکنید، بغلش میکنید، باش بازی میکنید، لمسش میکنید، به لحظه اکنون میایید، چون اونا همیشه در لحظه اکنون هستن. متوجه هستید؟ همیشه در لحظه اکنونه. حتی وقتی شما دلتون گرفته، حالتون بده یا به هم ریخته این، نازش میکنین، بغلش میکنین، باش بازی میکنین، اون لحظات انگار گشایش درونی دارین. اون لحظات، چون اون حیوان واقعا در لحظه اکنون با همه